در قسم حربی 3501 ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت مرحله ولایتی آزمون حربی ورزشی و تنپرور برگزار شد. مورد با ذکر است که چوربینی حربی ورزشی مذکور بخشیده به 32مین سالگرد تأسیس یابی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان با تشبث ریاست معارف و کمیته ولایتی تشکیلات مددگار مدافع سوخت با مقصد بلند برداشتن صفت اخلاقی، هویت ملی، وطن پرستی جوانان و نورسان از خود نمودن برنامه آمادگی دفاع حربی در صنف‌های بالایی، بلند برداشتن حس وطن دوستی و به خدمت مادر وطن آماده نمودن جوانان در 4 مرحله، یعنی مرحله‌های مکتبی، شهری و ناحیوی، منطقوی و مرحله ولایتی برگزار گردید. از 18 شهر و ناحیه ولایت سوخت بعد جنبست 3 مرحله 9 دسته تیم‌های شهر و ناحیه‌های اشت، سپیتامین، استرافشان، اسفره، خوجند، کنیبادام، باباجان غفوروف، عینی، مکتب پرزیدنتی شهر بوستان و لیتسه خوانندگان بالیاقت شهر خوجند با مرحله ولایتی این چوربینی حربی ورزشی را خط گرفتند. امروز ما در مسابقه سفارای اشتراک نموده دسته ما مهارت خیلی بلند را نشان داد و میخواستم چنین مسابقه ها بیشتر برگزار گردند و ما جوانان در آنها اشتراک نموده برای ادا نموده خدمت وطن مادر آماده شویم. من بعد ختم دانشگاه میخواهم به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان رفته با سر بلند خدمت به وطن مادر کنم. دوره ولایتی این چوربینی حربی ورزشی در سطح بلند تشکیلی جریان گرفته در آن اشتراکچیان دسته‌های مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی شهر و ناحیه‌های ولایت در نمودهای مشق‌های سفارایی از قبیل صف آراستن در 2 یا 3 صف، اجرای امرها، قدم زنی، گذشتن نظامی دسته‌ها با سرود، وزن برداری و بندکشی، با قسم‌ها جدا و جابجا کنی автомат کلاشنیکوف و تیر پرانی از یراق پنوماتیک جریان گرفته. اشتراکچیان در این نمودها در پیش حکمان ملکه مهارت خود را نشان دادند. در قطار پسرها در این چوربینی حربی ورزشی دختران نیز با ملکه و مهارت بلند هنرنمایی کردند. بسیار خرسند میباشیم که در چنین چهاربینی ها بسیار برگزار میگردند و برگزاری این چهاربینی ها به ما امکانیت میدهد که حس وطن دوستی، وطن پروری و خویشتن شناسی نسبت به وطن زیادتر گردد. خوب میشد که جوانان در همین چهاربینی ها بیشتر اشتراک میکردند، زیرا آنها بعد اشتراک در چنین چهاربینی ها به خدمت مادر وطن تیار میشوند و در خدمت به مشکلی ها را برا نمیشوند. بعد جنبست مسابقه حکمان از روی نتیجه خالهای به دست آمده غالبان همه نمودها و در مجموع غالبان دستوی را معین نمودند. در حیات دستوی مقام اول و جام مسابقه وطن پرور نصیب دسته ناحیه سپیتامین گردید. جای دوم را ورزشکاران شهر کنیبادام و مقام سوم را دسته شهر استرافشان صاحب نمودند. غالبان و جایزه‌داران این چوربینی حربی ورزشی با مدال و افتخارنامه و تحفه‌های خاطروی قدردانی کرده شدند.